سلام علیکم دوستان عزیز. مردم میخواهند دانند که برای چی کرامت شریپوف را از روسیه اخراج کردند یا دپورت کردند. این فقط یک سبب دارد. کرامت شریپوف از مهاجران پشتیبانی میکرد تا پولهای آنها را گردانده دهند. آن کسانی که مهاجران را فریب میکردند مردم را فریب نکنند. برای همین کارخانه های روسیه یا شرکت هایی که مردم ما در آنها کار میکردند به هم آمدن و به ضد کرامت شریپوف عریضه نوشتند تا او را از روسیه خارج کنند. و اگر پاسپورت کرامت شریپوف وقتی که غیر قانونی گرفته شده باشد، در این صورت چنین سوال پیدا می شود: پاسپورت را او گرفته است، از کی گرفت؟ کی با او پاسپورت داد؟ برای چی فقط کرامت شریپوف جزا گیرد و آن کسی که پاسپورت را داده است جزا نگرفت؟ نامشان را هم نگرفتند در جای، یا که اینجا فقط کرامت شریپوف گناهکار است، آنهایی که پاسپورت دادن گناه ندارند. همین است، فقط سبب یک تا است که باید از تاجیک کسی پشتیبانی نکند. دیگر سبب نیست اینجا. و غیر این من میخواستم به آن روزنامه‌نگاران، وکیلان یا حقوق شناسانی که تاجیک هستند یا از تاجیکستان هستند و در کشورهای اروپایی پناهندگی گرفتگی هستند، برای چی تا امروز یگان اتحادیه برای تاجیکان نکردند برای پشتیبانی از مهاجران؟ غیر این اگر یگان اتحادیه میکردند، مردم تاجیک را از روسیه می آوردند برای کار به کشورهای اروپایی که جای راحت‌تر و بهتر است از عذاب، از بدنامی که در روسیه میکشند، تا به ضد همدیگر سخن گفتن، به ضد همدیگر گپ زدن، همدیگر را دشمن نشان دادن. فقط منتظر میشوند که اگر یک کسی کمی نمایان شد، کمی اگر مردم در اطرافش جمع شدند، دیگرها به او ضدیت میکنند، دشمنی میکنند. غیر این دیگر هنر نیست. و از نام تاجیک آمده در کشورهای اروپایی پناهندگی میگیرند، خود را تاجیکستانی میگویند، اما در فکر تاجیک هیچ وقت نبودند و نیستند. دوستان عزیز، در شبکه ما ابونه شوید، با ما باشید. تا دیدار، در پناه خداوند باشید.